جانم عزیزم. عزیزم، من تصادف کردم. خب من نمیدونم چی شد. یهو این آقای میگه همین الان باید 10 تومن برش بذارم، بذاره من برم. کجایی؟ چی شده؟ آروم باش. نگو تو پولو برش بذار. خب من بعد توضیح میدم. تو خود عجله کن. مجبور شدم با گوشی این زنگ بزنم. باشه، فقط کلمه مخصوصمون چی بود؟ چی؟ کلمه مخصوصمون. بابا میگم پولو بزن. کلمه چی؟ بابا کلمه‌ای که همدیگه رو صدا می‌کنی. قطع کرد. این همسر من نبود، ولی این اتفاقی که طی روز برای صدها نفر داره میفته. در واقع به کمک هوش مصنوعی و یک کلیپ 10 ثانیه‌ای از شما خیلی راحت میتونن صدای شما رو تقلید کنن، با همون حس، استرس، اضطراب یا هر حس دیگه‌ای و با شما تماس بگیرن و ازتون درخواست پول کنن. و طبیعتاً توی اون لحظه شما هم این پولو برای طرف میزنین. این دقیقاً همون چیزیه که کلاهبردارا میخوان. اگر واقعا میخواین جلوی این کلاهبرداری رو بگیرید، از همین امروز یک رمز ساده خانوادگی بین خودتون و اعضای خانواده تعیین کنید که هیچ هوش مصنوعی ازش خبر نداشته باشه. این ویدیو رو برای عزیزانتون به اشتراک بذارید تا جلوی این کلاهبرداری هر چه زودتر گرفته بشه. هوش مصنوعی ابزار ما نیست، بلکه ابزار کلاهبردارها هم میتونه باشه.